شما چند سالته؟ وا خب معلومه بیبی هم دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. بیبی یا بادکنک، از بس که جل زده همه جا باد کرده. 16 سالم. 16 سال شبا دیگه، 16 سالم روزا 32. بیشتر میخوره ولی خب قابل قبوله. شما هدفت از عمل زیبایی چیه؟ برای اینکه پسرای خوشتیپ و مردای جذاب عاشقم میشن. پسرها عاشقت میشن؟ 1000 تا پسر عاشقت بشن یکیش طور نمیره. شب بعد نماز وحشت بخونن. فقط ببین برام چی کارا میکنن. چرا اون وقت؟ از خودشون بپرس، دوستم دارن دیگه. بس کن امل قالی. کسی که واسه حال و توجه مردا عمل کنه و این کارا رو بکنه متاسفانه بیماره و هیچ راه درمانی هم نداره. خب آخرش چی میشه؟ من عاشق عمل زیبایم. دوست دارم بالاتنم عمل کنم، پایین تنم عمل کنم، منتظرم اجازه صادر بشه. خب معلومه که همه عاشقم میشن و بیشتر جذبم میشن. اینقدر جل زدی کسی دست بهت بزنه جلا میپاچه بیرون. بندازنت تو آب اصلا غرق نمیشی. جلا وای میسته رو آب. اعتماد به نفس تو بنازن.